میخواست شماره پیرنش رو انتخاب کنه. نگاهی به شماره ها انداخت. 28 رو انتخاب کرد. میخواست شماره ای رو که تو اسپورتینگ هم میپوشید انتخاب کنه. فرگوسن کبیر گفت تو باید پیراهن شماره 7 رو بپوشی که پیش از این بازیکنان افسانه‌ای این باشگاه یعنی جورج بست، برایان رابسون، اریک کانتونا و دیوید بکام هم اونو میپوشیدن و این برای تو یک افتخاره. پدر کریستیانو خوزه نام رونالدو رو به خاطر رئیس جمهور آمریکا یعنی رونالد ریگان انتخاب کرد. بیشتر ستارگان فوتبال از همون بچگی سمت معشوقشون میرن و با اون عشق بازی میکنن. رونالدو وقتی که فقط 8 سال داشت برای باشگاه فوتبال آندورینها توپ زد، باشگاهی که پدرش مدیر تدارکات اونها بود. بردن عناوین مختلف از همون کودکی عادت رونالدو بود و در 10 سالگی بعد از اینکه عضو تیم ناسیونال مادیرا شد موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ جوانان شد. این موفقیت او رو در مسیر شهرت قرار داد و کریستیانو با تیم اسپورتینگ لیسبون قرارداد بست. تا اینجا خیلی خوب پیشرفت کرد تا اینکه مانع بزرگی در سر راش قرار گرفت. در 15 سالگی مبتلا به بیماری قلبی شد. اونطور که معلوم بود باید فوتبال رو کنار میذاشت، اما قلبی که برای فوتبال بتپه قطعاً با بیماری هم مبارزه میکنه. او با بیماریش جنگید و دوباره برگشت. اونقدر تو اسپورتینگ عالی بود که فرگوسن و دستیارش کارلوس کیروش او رو کشف کردن. فرگوسن میگه ما از این زمین نخواهیم رفت مگر زمانی که قرارداد این پسر رو بسته باشیم. کریستیانو اون موقع فقط 18 سال داشت. رونالدو در نخستین بازی خودش برابر بولتون بازی کرد. وقتی پا به توپ میشد انگار یه جورج بست یا بابی چارلتون پا به توپ شده. همه مبهوت بازی شگفت‌انگیز او بودن. تماشاگران چنان واکنشی را از خودشون نشون میدادن که انگار مسیح پیش چشمانشون نمایان شده. سرعت بسیار بالا، شوت‌های قدرتمند و توانایی‌های سرزنی فوق‌العاده اون همه رو متوجه فرگوسن کرده بود. چرا فرگی؟ چون همه میگفتن که چه الماسی رو کشف کرده. بازی به بازی ستایش رونالدو بیشتر شد تا اینکه در بازی برابر پورتموس بیشتر کارشناسان نوید یک اسطوره فوتبال رو میدادن. کریستیانو یک ضربه آزاد استثنایی زد و اولین گلش رو برای منچستر یونایتد به ثمر رسوند. میدونید تماشاگران اولترافورد خیلی سریع اسطوره سازی میکنن و کریستیانو از زمان کانتونا بیشترین تأثیر رو بر روی هواداران میگذاشت. کتاب فرگوسن رو که ورق بزنید پر است از بچگی‌های رونالدو. یه جا گفته که کریستیانو در تمرینات خودش رو به زمین میزد و مرتب آی آی میکرد. بعد از اینکه دید بازیکنان اهمیتی به این کار اون نمیدن، این کارش رو کنار گذاشت. کریستیانو فوق‌العاده باهوشه. وقتی دید کسی به او توجه نمیکنه این کار رو کنار گذاشت. همه اینو میدونن که الکس فرگوسن اونو اسطوره کرد، بزرگش کرد و همینطور فوتبالش رو بهتر کرد. تیم بولتون برای او یادآور خاطرات زیادی بوده. او اولین بازیش رو برابر بولتون انجام داد و برای اولین بار هم بازوبند کاپیتانی رو بر دستش بست. کاپیتان شدن یک عادت همیشگی برای 7 پوشان بوده. سال 2007 رئال مادرید پیشنهادی به ارزش 80 میلیون یورو رو به رونالدو داد، اما اون نپذیرفت و در عوض قراردادش رو با منچستر یونایتد تمدید کرد و به گرانترین بازیکن منچستر تبدیل شد. بالاخره نمایش‌های خیره کننده رونالدو جواب داد. او در لیست 3 نفره بهترین بازیکن جهان همراه با لیونل مسی و ریکاردو کاکا قرار گرفت. البته در این رقابت نفسگیر از کاکا شکست خورد. بعد از اون به جای اینکه ناامید بشه به منچستر بازگشت و تلاشش رو بیشتر کرد و سال بعد این عنوان رو به دست آورد و بهترین بازیکن جهان شد. بعد از سال 2008 مرتب در این لیست 3 نفره قرار گرفت. کدام بازیکن رو میشناسید که در طول 7 سال حتی یک ذره هم افت نکنه؟ سال 2008 سال خوبی برای رونالدو بود. با 33 گل زده رکورد بهترین بازیکن تاریخ بریتانیا یعنی جورج بست رو با 32 گل شکست. فینال لیگ قهرمانان رونالدوی 23 ساله در اوج آمادگیش در برابر چلسی قرار گرفت. مدتی قبلش بالون دیورو رو به دست آورده بود و اومده بود تا یک موفقیت دیگر رو هم کسب بکنه. خیلی سریع گل اول تیمش رو به ثمر رسوند. اما در ادامه بازی چلسی گل تساوی رو به ثمر رسوند. بازی به ضربات پنالتی کشیده شد، اما رونالدو برخلاف انتظار پنالتی رو خراب کرد. خدا میکرد که بقیه دوستانش پنالتی ها رو خراب نکنن تا بلکه مقصر این باخت نشه. منچستر یونایتد در نهایت قهرمان شد. سال 2008 برای کریستیانو رویایی شد و عناوین بسیار زیادی رو کسب کرد. شایعات سال 2007 در نهایت به حقیقت پیوست. او به رئال مادرید پیوست و گران قیمت ترین بازیکن تاریخ فوتبال شد. 1 ژوئیه رونالدو رسما به رئال مادرید پیوست. فرگوسن در همون ماه گفت من چیزی جز ستایش این پسر ندارم که بهترین فوتبالیست جهانه و از ریکاردو کاکا و لیونل مسی بهتره. او در فوتبال از همه جلوتره و در مشارکت باور نکردنیه. همینطور گل‌های باور نکردنی و آمار باور نکردنی هم داره. او برای گلزنی تلاش میکنه و به سوی اون گام برمیداره. او در کل حیرت انگیزه. رونالدو هم بعد از رفتن به رئال مادرید در مورد فرگوسن گفت الکس فرگوسن مانند پدر من بود. یکی از
از مهمترین عوامل مؤثر در زندگی منه. تا همین الانم وقتی به یک بچه 6-7 ساله بگید کریستیانو رونالدو، اولین اسمی که به ذهن او خطور میکنه لیونل مسیه. لحظه لحظه او رو با مسی مقایسه میکنن. در تمامی این سالها مسی با جادوی همیشگیش مرتب رکوردها رو میشکونه و به کریستیانو رونالدو اجازه حتی لحظه بی همتایی هم نمیده. اون نگذاشت رونالدو مرد بی همتای فوتبال بشه. رونالدو اما به جای پاپس کشیدن تلاشش رو بیشتر کرد و به خودش اجازه نداد حتی یک لحظه هم اوف کنه. نتیجهش هم این شد که در سن 30 سالگی هنوزم گل میزنه، هنوزم اسمش لرزه بر تن سایر تیم‌ها میندازه. مسی اجازه نداد اون مرد بی همتای فوتبال بشه، اما در عوض او تبدیل به مرد بی همتا در پشتکار شد.